کردن و پوشیدن و زندگی کردن و مردن ندارد. بنابراین گمان ما نسبت با الله این است که لا اله الا الله، لا خالق الا الله، لا موجود الا الله، لا رازق الا الله، همه چی از الله هست. بنابراین الله دوام حدیث چی میگه؟ من با او هستم در هر جایی که یادم نماید. هیچ جایی نیست در دنیا که اونجا الله نباشد. برادران عزیز، هیچ جایی نیست که در همین مقیاس و کره زمین هیچ جای نقطه نیست که الله در اونجا چی نباشد، زیرا که تمام ملکیت عالم از الله هست. الله در اونجا چی هست. اگر یک انسان بگید که من امریکا میرم، در امریکا داخل بحر بدرم، در اونجا جنایت بکنم، بعضی به خداها هم خیلی نکنم، یعنی گویا که در اونجا اگر برود تا که بحر هم بدرم، میگه که من اگر در اونجا جنایت بکنم من الله نمیبیند. این گمان شخصی بنده است. اما الله میگه نه، اگر شما خودتان و روح و جسمتان را در متاعها پیشانید، بهترین متاع دنیا بالای او در بعض اسباب‌هایی که هیچ چیز اسارت نکند این روح و جسمه، همون خیلی که محکم بکنه، بریلانت و طلا و نقره و جواهرات که پیچانش، همین روح و جسمه در قعر بر پرتاید، بحر ایره بگیره پایان برد، دیگر چی میبینه؟ او را هیچ کس نمیبینه. الله میگوید که از پی این دو حق خود را بصیر، تا ویم دیدی ویم هر دم نظیر. ای که راهی شرع را ترک میکنی، راهی باطل میروی بد میکنی. چون تو بد کردی بدی یا بی جزا، این بدی ها جمله با خود میکنی. بند خدا، اگر بحر اوسو استادگی با زمینی که در زیر بحر است او هم ترا بگیره پایان برد، در نافی زمین اگر بدرارن ترا، اگر جنایت بکنی، یقین بدان که الله ترا میبینه. حضرت یونس علیه السلام وقتی در کشتی میرفت، چه جنایت صادر شد؟ الله گفت که هر کسی گناه کرد اگر خودش در دریا نپرد کشتی را غرق میکنه، شمال فرمان میتیم کشتی را غرق میکنه، همت میمیرید. حضرت یونس گفت که از ما دیده چی؟ حضرت یونس پیغمبر کی بود؟ نخواست که مردم غرق شود. چی گفت؟ از ما دیده گناهکار کرد کسی نیست، من باید خدمت دریا پرتام تا خلق نجات بیابه. خودش در بحر پرتاف که نهنگی آمد دهنش باز کرد، راست که در درون نهنگ رفت، یک ماهی کلان بود که یک ماهی دیگر آمد این ماهی را خورد. در اشکم دو ماهی پیاهم 6 ماه حضرت یونس علیه السلام در قعر بحر 6 ماه یا 7 ماه یا 1 سال یا 5 ماه در درون 2 ماهی چی شنا میکرد. و این خاطر بحثی بایزید بسامی با پاپ مسیحی ها سوالش همی بود، پاپا که کدام از قبری که با همراهی صاحبش در حرکت های؟ حضرت بایزید بسامی گفت که نهنگی که یونس علیه السلام. خداوند چی میگه در قرآن عظیم میگه اگر یونس در داخل نهنگ ها ماهی ها ذکری مرا نمیکرد، در فکری من نمیشد، استغفار نمیکرد، توبه از گناهش نمیکرد، ما اشکم ماهی را برای او قبر میکردیم، یعنی در درون ماهی چی قبض روحش میکردیم و همین یا عمر در درون ماهی میماند. وقتی استغفار کرد، توبه کرد، بازگشت با الله کرد، الله دعاش قبول کرد، ماهی ها را عمر کرد که یا دیگر تا قید کنه. پس حضرت یونس بیار در حاصل پرته ساحل ده آوردن. حضرت یونس ده هی افتاد بحر ده ایدهانش پخ کرد، پرتافت ماهی در حالتی که رنگ روز زرد شدگی بود. بنابراین هر جایی که اگر انسان برود، در اونجا اگر نیتش باشه، گمانش باشه که من راحت کنم، معیشت کنم، گناه کنم، معصیت کنم تا الله مرا نبینه، الله میگه من از همه جایی تنگ و دشوار بین و از همه جایی که در درون پرده ها و
آبها و خونها و گوشتها تو در اشکمی آتشت بودیم و تر دیده بودم. اگه تو امروز جوانی 17 و 18 و 20 و 25 در زمین خدا میگردیم تر نمیبینه الله. روبی از همه جای تنگ دشوار که پرده ها پیچیده شده است، یک بحر کلان در درون خون و آب است، طفل در رحیم مادر. خدا میگه من تو را دیدم، رزق دادم، روزی دادم، حیات دادم، 9 ماه کامل زندگی تا به عهده گرفته بودم، تو را دیدم. اکی امروز تولد چی؟ تو را نمیبینم که تو به خود نقشه میکشی و در این مکانی پروردگار هر جایی که میری گناه میکنی، معصیت میکنی، عبادت میکنی، بندگی میکنی، چی کاری که کنی الله چی تو را میگه. به خاطر حضرت مولای روم امیر گفت که ای که راه شرع را ترک میکنی، راه باطل میروی بد میکنی، چون تو بد کردی بدی یا بی جزا، این بدی ها جمله با خود میکنی. خب چی گفت دوام حدیث در؟ اگر در درون خود یادم نمود، من هم در نزد خود چی او را یاد می نمایم. اگر ما در همین محفل الله یاد کنیم، یاد محفل چی است در اینجا؟ اینمی امری معروفه که من کردم یاد الله هست. چرا؟ سخنی او را گفتم. من نماز میخونم یاد الله هست، قرآن میخونم یاد الله هست، نهی منکر بکنم یاد الله هست، ذکر بکنم یاد الله هست، حلقه داشته باشم یاد الله هست، حج بکنم یاد الله هست. یعنی حضرت مولا چی میگه؟ دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. الله گفت اگر تو مرا در درونت یاد کنی، من تو را در گیجا در نزد خودم یاد میکنم. اون آیه که من خواندم همین بود، فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنه من شما را یاد میکنم. اما حضرت مولا در زمین چی میگه؟ دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من دردی دل افشا کن، مداوا کردنش با من. دیدی چه خیلی زیباست. الله میگه در درون دلت بیار من، یعنی برای الله دلت مهمان خانه کن. الله بیار در درون دلت جا کن. از همه جای مقدسترین در انسان قلب است. قلب جای الله باید باشد. دل به دست آور که حجی اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است. اگر کعبه بیت الله را حضرت ابراهیم از غشت و لای ساز کرده باشد، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. اما این کعبه را استاش میدانی الله است. بنابراین الله میگه مرا انمیجا بیان کن. شما خیال نکنه که این دلی قک یک پارچه که گوشت است. الله چی خیل دیجا میرونجد. الله عظیم است، الله بزرگ است. الله چی میگه؟ شما دلتان وقتی که نیت کردی با خلوص نیت که من فریاد کردی بیاری در اینجا کن، جا کردن من میگه در این دل کوچک این کاری من است، من خدمت در دلت جا میکنم. بنابراین رسول الله چی گفتن؟ در وجود انسان یک پارچه گوشت هست که اگر این پارچه گوشت اصلاح شود، سیستم انسان به اصلاح می آید. اگر این پارچه که گوشت به تباهی و ویرانی و گناه و معصیت آلوده شد، تمام وجود و سیستم بعض انسان همه تباه و ویران می شود. اصحاب گفتن یا رسول الله چی است این پارچه گوشت؟ روحی قلب، دل است. گفت دلاتون اخشرو نگاه دارید، در دلاتون نگذار شیطان وارد قلب شود، حرکت کن الله ها. چی میگه بزرگوار؟ دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من دردی دل افشا کن، مداوا کردنش با من. دین ما مسئله را گفتم، این بالای من شما بعض مسئله ها و مشکلات زندگی، بعض مشکل ها میبرا که او را هیچ احدی او را حل کرده نمیتونه غیر الله. به من گو حاجت خود را. الله چی میگه؟ انمی حالت در حاجت پیش من مطرح کن. این برنامه ای که هیچ کس از دستش حل کردن نمی بیاید بجز الله، حجت او را پیش الله پرتا.
الله میگیره یک ورقش میزنه میبینی که کار حل شد. فقط اخلاصی تو در کار، محبتی تو در کار. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن هر چی میخواهی که پیدا کردنش با من. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ما تنها تو را عبادت میکنیم، در تمام امور زندگی از تو چی کمک استعانت طلب میکنیم. دوام حدیث چی میگه؟ اگر در محفلی و مجالس آشکار یادم کنید، اگر در یک محفل، یک معرکه، یک مجلس اگر یاد الله بکنید، الله چی میگه؟ من در مجلس نیکوتر از اون که شما مجلس داره، از مجلس شما بالاتر در فوق آسمان ها مجلس ملائکه ها دم شما را یاد میکنه.